خب با سلام خدمت همه دوستان که وارد شرکت کیونت شدن یا میخوان وارد شرکت کیونت بشن. من فقط برام عجیبه چرا مقاومت میکنید در برابر فهمیدن. وقتی ما یه راهی رو رفتیم و فهمیدیم تهش بنبسته، چرا میاید فوش و دریوری میدید به ما که نه اینجوری نیست و کیونت اینجوری؟ بابا میگم این راهی که شما داریم میرید و دارید طی میکنید، این راه رو ما رفتیم. پس نمیخواید به من بگید که کیونت ما خودمون دیگه داتو ویجی اصفهان خدا بود برامون. بله دیگه تریلی نمیکشید داتو ویجی اصفهان اون موقع که ما هم تو کیونت بودیم. ویژن میزنیم در حد لالیگا، دستمون برسه به سقف، کلمون میزد تو سقف. دوستانی که تازه وارد کیونت شدن و میخوام مطالبی راجع به شرکت کیونت بدونن، من سعی میکنم حالا کلیپای کوتاه براتون پست میکنم، حالا امروز یا فردا یک کلیپی کلن راجع به شرکت کیونت و چجوری وارد به کار میکنن. زمانی که فقط اینو بهتون بگم، وقتی یکی بهتون زنگ زد و بهتون گفت بیاید سر کار و شک کنید به اون کاره، اصلا دعوت هم به کارتون نمیزنه، خودتون مستقیم بهش میگید بذار من بیام پیشت سر کار، چون اون بهت نمیگه بیا سر کار که فردا بهونه داشته باشه بگه خودت گفتی که من میخوام بیام سر کار، منم گفتم بیا. کلیپ بعدی بهتر توضیح میدم.